با عبور از دشواری‌های راه، گروه مستندسازی ما به یکی از کهن‌ترین شهرهای باستانی رسید. شهری که تاریخ، فرهنگ و هنر اسلامی در هر گوشه آن نفس می‌کشد. شهری که قرنها غرب تپنده فرهنگ و تمدن اسلامی در خراسان بزرگ بود و هنوز نبض تاریخ در آن می‌تپد. هرات در قرن 15 میلادی با حاکمیت تیموریان هرات به اوج شکوفایی فرهنگی و هنری خود رسیده بود. در آن دوران تمدن و هنر اسلامی به مرحله تازه وارد شده بود. معماری، خوشنویسی و کاشیکاری با بالاترین سطح ظرافت و انسجام خود رسیده بود. بسیاری از بناهایی که امروز از هرات باستان باقی ماندند یادگار دوره تیموری است. در میان این آثار بنای آرام و با شکوه دیده می شود. روایت ما از اینجا شروع می شود. مقبره گوهرشاد بیگم. این مقبره در قلب هرات قرار دارد و بخش از مجموعه وسیع مصالح هرات به شمار می رود. این بنا نه تنها یک آرامگاه بلکه نمونه برجسته از معماری تیموریان است. در فضای داخلی این بنا آرامگاه وجود دارد که نشان می دهد این بنا کارکرد آیینی و مذهبی دارد و به عنوان محل دفن شخصیت ها وابسته به این مجموعه مورد استفاده قرار می گرفته است. فضای درونی با وجود سادگی حس آرامش و وقار خاص را به بازدید کننده منتقل می کند. از نظر ساختار معماری این بنا دارای تناسبات عمودی دقیق و حساب شده است. ارتفاع مناسب گنبد و دیوارها همواره با هماهنگی کلی اجزای بنا بر عظمت ساختمان تاکید دارد. این ویژگی از شاخصه‌های مهم معماری تیموریان است. کاشی‌کاری‌های فیروزه‌ای، لاجوردی و سفید در کنار نقوش اسلامی و هندسی سطح از ظرافت و هماهنگی بصری ایجاد کرده اند که چشم هر بیننده را به خود جذب می کند. این رنگ‌ها و نقوش از عناصر اصلی معماری تیموریان به شمار می روند. کتیبه‌ها و خوشنویسی‌های موجود در بنا نشان دهنده جایگاه ویژه هنر خوشنویسی در معماری اسلامی هستند. هرچند گذر زمان باعث شده بخش از رنگ و جلوه اصلی این کتیبه‌ها از بین برود، اما همچنان پیام خود را حفظ کرده اند و بخش جدایی ناپذیر از هویت بنا به شمار می روند. در فاصله چند صد متری از مقبره مناره‌های باقی مانده از مجموعه مصالح هرات دیده می شود. این مجموعه در گذشته بیش از 20 مناره داشته است. چهار مناره در یک بخش و یک مناره در داخل محوطه مقبره. این مناره ها با خشتکاری، کاشیکاری، خطوط خوشنویسی و نقوش اسلامی ساخته شده اند. این بناهای تاریخی یادآور عظمت فرهنگی و هنری هرات در دوره تیموریان هستند، اما امارت اسلامی بودجه را برای ترمیم و حفظ این بنای تاریخی و دیگر آثار اسلامی در افغانستان تخصیص داده است و ترمیم این بناها به صورت معیاری جریان دارد و تلاش برای نگهداری میراث‌هایی که تاریخ چند هزار ساله این سرزمین را در خود جا داده اند جریان دارد. این بازسازی‌ها و ترمیم آثار تاریخی نشان دهنده این است که امارت اسلامی در کنار نگهداری دین اسلام این سرزمین به تاریخ و فرهنگ دیرینه این سرزمین نیز اهمیت زیاد قائل است.
با شهر باستانی هرات وداع میکنیم. شهری که هر گوشه اش از تاریخ سخن میگوید، اما سلسله روایت های ما ادامه دارند.